منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید: و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. و همچنین شما را امتی وسط گردانیدیم. وسط یعنی امتی که در صفت پسندیده‌ای در میان افراط و تفرید قرار دارد، تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد. در حدیث شریف پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در بخاری روایت شده است می‌فرمایند در روز قیامت نوح علیه السلام فراخوانده می شود. پس به وی گفته می شود: آیا پیام الهی را ابلاغ کرده ای؟ می گوید: آری. آنگاه قومش فراخوانده می شوند و به آنها گفته می شود: آیا نوح پیام حق را به شما رسانده است؟ میگویند: نزد ما هیچ بشارت دهنده‌ای نیامده است. نزد ما هیچ کسی نیامده است. آنگاه به نوح گفته می شود: چه کسی برای تو گواهی میدهد؟ میگوید: محمد و امتش صلی الله علیه و آله و سلم. همچنین در حدیث شریف آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که من و امتم در روز قیامت بر تپه‌ای بلند و مشرف بر خلایق قرار داریم. هیچ یک از مردم نیست مگر این که آرزو می کند که کاش او هم از جمله ما بود، و هیچ پیامبری نیست که قومش او را تکذیب کرده باشند مگر این که ما گواهی می دهیم که او پیام پروردگار خیش را به آنها رسانده است. برادران و خواهران عزیز و گرامی، می‌خواهیم درباره وسطیت و میانه روی در اسلام صحبت بکنیم. اعتدال و میانه روی در بینش، منش و روش، درمان تمامی دردها و حلال تمامی نابسامانی‌های ناشی از پراکندگی، عقب افتادگی علمی، اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی میباشد. برای رویارویی با روند روبرشت رویکردهای ناروا، کج اندیشی های کسل کننده و برداشت های خانمان برانداز بر ماست که جبهه و جناح معتدل، منهج میانه روی و مفاهیم و مبانی اعتدال را توضیح بدهیم و برای تبلیغ و تقویتش از تمامی تریبیون ها و رسانه ها استفاده نماییم. قبل از اینکه وارد بحث شویم، یک موضوع را خدمت شما عزیزان بیان بکنیم که وقتی که ما از میانه روی و اعتدال صحبت میکنیم، هدف این نیست که خدای نکرده از اساسات و از مبادئ خود عقب نشینی بکنیم و یا کوتاه بیاییم، بلکه در قضیه مبادئ و اساسات و اصول دین ما پیرو پیامبر بزرگوارمان هستیم که وقتی مشرکین به او پیشنهاد کردند که از دعوت خود دست بردارد در مقابل مناصب، در مقابل مادیات، در مقابل اغراءات دنیایی، فرمود که اگر آفتاب را در دست راست من و مهتاب را در دست چپ من قرار بدهید، به اندازه یک
تارمو از دعوت خود عقب نشینی نمی کنم. لیکن موضوع بسیار حساس و حیاتی است مسئله اعتدال که باید ما خدمت شما عزیزان بیان بکنیم و فکر می کنم که یکی از مهمترین اولویت ها و مسئولیت های عالمان، اندیشمندان، مبلغان و تمامی کسانی که خود را عامل پیام پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آورند این است که برای غبارآلودی از روی آینه اعتدال و وسطیتی که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شکل صریح از آن سخن گفته شده است با تمام توان خود کار بکنند و آن را برای مردم بیان نمایند. اساساً ببینیم که اعتدال و وسطیت چیست. ویژگی ها، محورها و ضابطه‌ای که پایه و اساس وسطیت و اعتدالند چیست؟ ما برای اصل مهم و حساس وسطیت در اسلام 20 ویژگی را در نظر گرفتیم که سعی می‌کنیم تا قبل از اینکه وقت ما در این برنامه به پایان برسد خدمت شما عزیزان و سروران گرامی بیان بکنیم. شناخت همه جانبه و بلندای اسلام با این اوصاف و ویژگی هایی که ما خدمت شما عزیزان بیان می‌کنیم که عقاید، جهانبینی، احکام، قانونگذاری، علم، عمل، عبادت، معاملات، ارزش‌های اخلاقی، توانمندی‌های بشری، فرهنگ و فریختگی، دعوت و دولت، دین و دنیا، تمدن و امت همه چیز را در بر می‌گیرد. نخست باید گفت که ایمان به مرجعیت و محوریت قرآن کریم و وحی الهی و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جهت قانونگذاری، توجیهگری و ساماندهی زندگی امر با ضرورت معرفت نصوص جزئی قرآن و سنت در پرتو اهداف و مقاصد کلی که اسلام و شریعت اسلامی را در بر می‌گیرد، همچنین ناسوا برشمردن بی‌نیازی آن دو از یکدیگر، یعنی عدم اکتفا به کلیات و کنار نهادن جزئیات و یا بسنده کردن به فرو و کنار گذاشتن اصول. همچنین ضرورت معرفت روح و ماهیت باورها و ارزشها، معرفت منزلت عقل و خردورزی در فهم دین و زندگی و تن ندادن به تئوری تعارض میان نقل صحیح و عقل صحیح، سازگاری و هماوایی میان مادیت و معنویت دنیا و آخرت، ربانیت و انسانیت و حق آفریدگار و حق آفریننده و بین نوآوری علمی و مادی و ارزش‌های والای معنوی. اینا همه مواردی است که ما باید در آن جانب وسطیت را در نظر بگیریم. فراخوانی حکیمانه، خردمندانه و نصیحت و دلسوزی دردمندانه و دلیرانه اهل ایمان و گفتگو و دیالوگ با مخالفان و دگراندیشان با بهره‌گیری از بهترین راهکارها، اهم از مخالفان اعتقادی، مذهبی و چه دگراندیشان فکری و سیاسی، به استثنای آنانی که در ستم و تجاوزگری وارد می شوند و از حدودی که اسلام تعیین کرده است پا فراتر می نهند. تأکید بر روی نهادی نکردن و عملیاتی نمودن اصول و ارزش‌های انسانی و اجتماعی مانند عدالت، دادگستری، احسان، شورا، انتخاب و حفظ حقوق و کرامت انسان که موارد دیگری هم در ضمن آن می آید. ثبات و ماندگاری در عرصه مبادی و مقاصد و انعطاف و تغییرپذیری در میدان ابزارها و راهکارها. به عبارت دیگر محافظت از اصول و کلیات و نرمش و انعطاف در عرصه فرو و جزئیات. آسانگیری در حوزه فتوا و بشارت و عطوفت در فضای دعوت و اگر تشدد و سختگیری ضرورت پیدا بکند به حفظ اصول بسنده گردد و به حدود فرو گام ننهند. ایجاد سازگاری و هماهنگی میان ثوابت شرعی و متغیرات و تحولات زمان و در نظر گرفتن تحولات زندگی، جغرافیایی و اوضاع و احوال اجتماعی در دگرگونی فتوا و تبلیغ و تعلیم و تربیت. به طور مثال شاید این کمی برای بعضی از عزیزان ما پیچیده باشد، مثال می آوریم که دیروز مثلا ما به خاطر دعوت مجبور بودیم که 1 ماه سفر بکنیم، به 10-12 کشور سر بزنیم،
در هر کشور یکی دو روز توقف بکنیم یا یک روز توقف بکنیم و موضوعی را اونجا در مسجدی که شاید نهایتاً 1000 2000 3000 نفر جمع می شدن بیان بکنیم. اما امروز ما و شما از طریق این دوربین و این تلویزیون با هم صحبت می کنیم و میلیون ها نفر صدای ما را میشنوند و تصویر ما را میبینند. این یکی از مواردی است که برای تبلیغ دین، برای دعوت مسلمانان و انسانها می توانیم از آن استفاده کنیم. و اگر امروز کسی بیاد تلویزیون را تحریم بکند و حرام بپندارد به شکل کلی، این فتوایی است که به نظر من همخوانی با این کلیت و همخوانی با این جهانی بودن دین اسلام ندارد. زیرا شما بخواهید نخواهید این تلویزیون آمده است، وارد هر خانه شده است. پس به جای اینکه بیایم تحریم بکنیم، بیایم با ساختن برنامه‌های اسلامی، شبکه‌های اسلامی وارد این تکنولوژی جدید بشیم و از آن بر ضد دشمنان اسلام و برای رساندن دعوت خود استفاده بکنیم. یکی دیگر از مواردی که بسیار مهم است در وسطیت در دین مقدس اسلام، آشتی دادن میان ولا یعنی دلبستگی و وابستگی به اهل ایمان و تسامح و آسانگیری با مخالفان و دگراندیشان. البته این به معنی نیست که ما ولایت کفار را در کشورهای اسلامی قبول بکنیم یا با کفار همکار بشیم، بلکه تسامح و آسانگیری منظور از این است که با کسانی که با ما مخالف هستند بیاییم با آنها از باب دعوت با حکمت و موعظه حسنه با آنها روبرو شویم. ضرورت اهتمام به اصل جهاد و مقاومت و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت رویارویی با زورگویان و متجاوزان و صلح و سازش با صلح طلبان و مسالمت جویان. حالا کسی بگه که ما خیلی آدم‌های میانه رو هستیم و ما وسطیت می‌خوایم، بیایم امروز با کفار و متجاوزینی که کشور ما را اشغال کردن یا به کشور ما تجاوز کردن دوستی کنیم، محبت بکنیم، با آنها سر یک سفره بشینیم، در حکومت آنها شرکت بکنیم. این وسطیت نیست، بلکه این یکی از اصول و مبادی اسلام است که ما نباید از آن به هیچ وجه و به هیچ عنوان و تحت هیچ گونه شرایطی نباید تنازل بکنیم. تعاون و همکاری میان گرایش‌ها و جماعت‌های مسلمان بر پایه مواردی که مورد توافق هست و تسامح و گفتگو در اموری که امور اختلافی است اما از اصول نیست و تلاش و تعاون در راستای سازندگی، بالندگی و رویگردانی از پراکندگی و ویرانگری. بینندگان عزیز و گرامی، مورد دیگری که باید آن را رعایت بکنیم رفتار و تعامل اسلامی و دادگرانه با زنان و مراعات حقوق آنها طبق قرآن و سنت و آزاد نمودن آنها از قید و بندهای جاهلیتی که البته قبل از اسلام هم بود و امروز هم متاسفانه بعضی از جوامع اسلامی گرفتار جاهلیت هایی هستند که در حقیقت نباید باشد. در اسلام از این به طور مثال کسی اگر بیاید دختر خود را به زور به ازدواج مردی در بیاورد، این جاهلیت است، جاهلیتی که اسلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آن را قبول ندارد. اعتراف و مراعات حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی بر اساس موازین اسلامی و تعامل با آنها بر اساس خیرخواهی و نیکرفتاری و برادری انسانی. ضرورت تلاش در جهت بازسازی دین از درون و احیای فریضه اجتهاد و تجدید در حدود و چارچوبان، یعنی در حوزه ظنیات نه قطعیات، هم از این که آن اجتهاد انتقایی باشد یا انشایی، کلی باشد یا جزئی، البته از جانب جهاتی که اهلیت و شرایط آن را داشته باشد، نه اینکه هر پسر بچه‌ای، هر انسان که علمی ندارد بلند شد و فتوا بدهد و اجتهاد بکند و خود هم گمراه شود و امت را هم گمراه کند. تلاش جدید در جهت تدوین فقه قرآنی و نبوی جدید، فقه سنت‌های حاکم بر نظام هستی، فقه مقاصد شریعت، فقه آینده نگری و برنامه ریزی در مسائل فقه موازنه ها و سنجش بین پدیده ها، فقه اولویت میان امور، فقه تمدن و پیشرفت، فقه اختلاف مشروع و تفرق مذموم و فقه واقعیت های موجود، که این مسائل برای وجود وسطیت در دین مبین اسلام لازم است که ما در نظر داشته باشیم. بهره‌گیری
مهم و خوب از بهترین راهکارهای ارزشی موجود در تجارب علمی، میراث تاریخی و فرهنگ و تمدن اسلامی، امانند قانون و ضابطه محوری فقیهان، اصولگرایی اصولیان، خردگرایی حکیمان و روایت مستند محدثان و ظرافت و زیبایی شناسی شاعران و ادیبان و انسجام و هماهنگی میان الهام از گذشته و همنوایی و روی آوری به حال و آینده. در پایان این برنامه می‌خواهیم یک حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خدمت شما بزرگواران بیان بکنیم که نمونه کاملی از وسطیت و اعتدال است. عده‌ای جمع شدن و از رفتار اعمال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدن که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه زندگی میکنن. دیدن که ایشون شبها نماز میخوانن، روزها روزه میگیرن، ذکر میکنن. گفتن پس این کارهایی که ما انجام میدهیم در مقابل این عبادات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی نیست. یکی از آنها گفت که من ازدواج نمی کنم. یکی دیگر گفت که من همیشه روزه میگیرم و افطار نمی کنم. دیگری گفت که من همیشه نماز میخوانم. وقتی که این سخن آنها به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید، فرمودند انتم الذین قلتم کذا و کذا، شما آن کسانی بودید که این حرف ها را میزدید. اما والله انی لاخشاکم لله و اتقاکم له، به خدا قسم که من بیشتر از شما از خدا میترسم و از شما متقی ترم، ولیکن من روزه میگیرم و افطار میکنم و اصلی و ارقد، نماز میخوانم و استراحت میکنم و اتزوج النساء و با زنها هم ازدواج میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس هر کس که از این سنت من روی گردان شد، چه بیشتر چه کمتر، پس او از امت من نیست. میانه و اعتدال و وسطیت این است که ما در همه امور جانب افراط و تفریط را رها بکنیم و به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به احکام قرآن کریم عمل نماییم. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.